چی شده؟ یه عده میخواستم بهش متعرض بشم. چرا؟ یه عده حرومی دنبالم بودن. Cambiate l'acqua. آسیبی هم بهت رسونده؟ ترسیده. نگران نباش، خوب میشه. نگران شما. نگران من چرا؟ برای یه مدت از شهر میری. خواهش میکنم. اتفاقی افتاده؟ نه. چرا میگی نه؟ حتما چیزی میدونی. بگو. بگو. نگاه کن منو. بگو. محضر کیمیا اثر جناب حضرت والد. آقای با جان برابرم مسعود. اشتیاق و تمنا به شرف دست بوس خداوندی تا حدی است که زبان خانه ندارد سر بیان فراق. امید که حضرت حق سبحانه و تعالی لطیفه‌ای که متضمن ادراک آن سعادت باشد کرامت کند. دلم به قدری از غربت و شدائد روزگار فشرده شده که تاب به سر رساندن کتاب زندگی را برایم هر لحظه دشوارتر کرده. باری تعالی به سویدای دل حقیر آگاه است و این سومین دست خط که به جانب شما روان می دارم خبر از قصه‌ای وافر دارد و تنهای چاکر. برایم به درگاه حضرت حق سبحانه دعا کنید که جمشید هیچ ندارد جز دعای شما. حال دل با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. چندیست که به بارگاه رسیدن. در تختگاه به انتظار شما. امام جدیدی. تو از رأی اون آگاهی؟ معتقدند اهمیت غیاث الدین جمشید کاشانی بدین پای است که نمی‌شود سخن هر دو طرف را نشنیده رأی به رد یا قبول اون داد. قصد مجادله با عالم بزرگ هرات رو ندارم. پس همون میکنیم که حکم اوست. دعا کنیم قائل عاقبت خوشی داشته باشه. امیرزاده اولوغبک مجلس درس امروز را بیرون عمارت قصر تدارک دیدند. Cosa ha detto? Aspetti qui, io tornerò. D'accordo. امیدوارم تأخیری در حضور نداشته باشم امیر. نظم و انضباط شما از این پس زبان زده همه مدرسین دربار میشه. مطمئنم. اتفاقی افتاده؟ روی پله‌های ربجه‌داری بودم که اوقات شریف شما را مکدر نمی کنم. امیدوارم ذهن شما کاملا آماده فراگیری باشه. تمام لغاتی رو که نسخه برداری کرده بودم از برم. بگم؟ ها؟ سمرقند.
سكنوا من فضلك. سيانا ديني سيانا دو ببر سینا معلومه چی کار میکنی؟ به نظر میاد امروزم خواستم و انجام ندادی. من هیچ وقت این کارو نمی کنم. هیچ وقت. خواهیم دید. دیروز که ازش غافل شدم اون خبیث پسر اولوغ بگ متعرضش شده. سینا آن زدی برگو. محمود صبر کن، با تو هم. وایسا اون وحشی نابکار بالاخره زهر خودش ریخت. تا خونشو نریزم راحت نمیشم. بدش به من. تبش خیلی سنگینه. حریفش نمیشم. دعا کن جمشید. اون اینجا پناه برده. زخمی نفس نامرد این توفیلی حکومت شد. دایه مسلمونیشون گوش عالمو کر کرده. دریغ که ذره نور محمد به سینه‌شون تابید. کاش اینطور ماتم زده و غمگین نمیرفتم.
نه اونا دل موندن دارن، نه من روی بدرم. شرمندم فقط. برای پدرت دست به قبضه خنجر میبری ها؟ یاغی شدی عبداللطیف، یاغی. برو. محمود جان، محمود دایی، محمود، 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 محمود. در این شرایط سخت فقدان پسرش محمود، میدونم که این کار اسباب رنجشمون رو فراهم میکنه. اگر امام جدیری رو از هرات نفرستاده بودند، وقعی به کلام یاوه‌گویان نمیگذاشتن. اما این دستور پدرم شاهرخ شاست. این مهم رو به تو وام میگذارم. کار سختی رو از این رعیت خودتون میخواین. سخته. درد از دست دادن رعنایی مثل محمود. باید بودین و میدیدین. روی حضور در گورستان رو نداشتم. برو. گفتن بعد از اون رسوایی در کاخ و فاجعه از دست دادن پسرتون محمود، روی حضور در گورستان رو نداشتم.
من یه پدرم. درد من بچم جلو چشمم از دست رفت. بیشتر از اون دردم اینه که جردانو نگاه هم نکرد. میترسم خباست اونا رو پای دین من بذاره. متاسفم. چی باید بگم؟ از طرف امیرزاده اولوغ بیگ. این حکم سلطانی به خط خود ماست تا کاتب دیوان تشویش و حزن امیرش را نداند. ما اولوغ بیگ میرزا که ضامن دین و ارض مسلمین بوده و ناگزیر به اجرای فرامین الهی، بنا به عریضه و طلب علمای سمرقند که در انحراف و ظهور افکار الحادی جنابتان تشکیک نمودند، مقرر نمودیم تا در مجلسی به کشف حق پی برده تا انحرافی در بلاد مسلمین رخ نداده باشد. حق سبحانه مرا هدایت نماید به عدل. اولوغ بیگ میرزا. حسب ظاهر تبعیدم. منو به هرات میفرستند تا در جوار شاهرخ شاه باشم. لیک میدانم از این نامه بوی توطئه به مشام میرسه، چرا که حضور من در سمرقند دیوار بلندیه که نمیتونن بر تو غالب بشن. دلم قرص بود به حضور شما. دلت قرص باشه به لطف خدا که اگه او بخواد هزاران چون منی فراوانند که به اذن او تو رو حامی باشند. امام جدیری گرچه زاهدی سخت گیره، لکن کلام حق در وجودش به خوبی می نشینه. بعیده که خام دستیس چینان بشه. شر سیف الدین را از سرتون کم کردم. حال این شمایید که باید جنمتون رو نشون بدید. امام جدیری رو از نوجوانی میشناسم. عابد و زاهده. رأی او را نمیتوان با وعده و وعید از آن خود کرد. پس شما علما که دست خیر مسلمین دارید، بکوشید تا او گمان بدانجا برد که فعل غیاث الدین با مشی اسلام در تعارضه و زیان ایمان مردم در این راه. آنچه میدانید کنید تا برایش گریزی نماند جز این که کاشانی را ملحد بداند. سالهای نوجوانیم به من میگه این مجلس در نهایت با سفسطه های معاندین شما به سمتی هدایت میشه که شاید کلام مطلای شما هم نتونه بر اون غلبه کنه. نگرانم. نگران نباش. اون که تا اینجا آورده خودش میدونه چطور هدایت کنه. موین کجاست؟ به سرعت به شهر رفت. گمونم براش پیغامی آورده بودن. برام دعا کن. من همیشه دعاگوی شما هستم.
آقای بانو جز شما و مهرتون چیزی نداره. افسوس که هیچ وقت سر دل اونطور که باید عیان نشد. کاش این براشفتگی رو با اولجای قسمت می‌کردی. من حرفی گفتم؟ سکوت امیر از 1000 فریاد پرصداتره. هیچ کس چون من از سر دل دلبر خود دلاگاه نیست. جز من مهر امیر به غیاث الدین رو کی میدونه؟ گرچه عشق محضر لاهوتی است، لیک شما امیرید و حافظ شهر. حکم شارع افضل است بر مهر ما. اگر این مجلس به جرم غیاث الدین شد، دلاشوب نباش. دعای بانوی شما با دل شما همراهه. لیک جز تسلیم و رضا بر حکم خدا چاره چیست؟ چی نشستیم؟ دست و دل هیچ کس به کار نمیره استاد. یعنی چه؟ این همه زحمت کشیدیم که امروز دست و دلتون به کار نره؟ قوام این رصدخونه به حضور شماست. همه این عمارت بدون شما فقط خشت و گله. خشت و گله؟ از تو چه کاره ای؟ شما چه کاره ای؟ بالاخره باید بریم. امروز نه، هر روز دیگه باید بسپریم بریم. سپردن به ما رفتن. ها؟ اگه غروب آفتاب امروز دیدم که هیچ، اگه نه به وحدانیت خدا ازت نمیذارم، مثلا اگه ادامه ندم. منو نگاه کن.